یکی از مقصدهای دیگری نکاح این یک سکنی باشد، یک خانه باشد که در آنجا شوهر و همسر آرام گیرند. بنابراین میگم که خانه‌دار شده است یا خانه‌دار شده است. خانه‌دار نمیشی و مقصدی خانه اساساً همان وقت حاجت انسان زیاد میشد که همسر داشته باشد، چون که همسرش رو باید از چشم دیگران باید به واسطه خانه که یکی از نوع حجاب است بپوشد. پرده هست خانه. و الله تعالی ما شما را به نکاح امر کرده است، به کار گنده امر کرده است، به نکاح فرمان داده است، با ترغیب کرده است، با وعده داده است. وعده چی داده است؟ وعده دفع کمبغلی، دفع احتیاج، وعده بایشوی را کرده است. در سوره نور آیت 32 الله تعالی میگوید که و انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم. شما خانه‌دار شوید. اون زنهایی که شوهر ندارند، خواه دختر هستند خواه بیوه هستند، هر دختری که هر زنی که شوهر نداره شما از آنها خانه‌دار شوید. و الصالحین من عبادکم و امائکم. این چونین اگر رفت و مثلا قدرتی دختری آزاد گرفتن نداشته باشه، بگذار کنیزک دختر باشد، غلام دختر باشد، اونها را خانه‌دار شوید. اگر از آزادها نتوانید، مادامی که صالحین باشد، کنیزی مسلمان صالحه باشد، خانه‌دار شوید. ان یکونوا فقراء. اگر جوانی که خانه‌دار شدن میخواهد کمبغل باشد، یغنیهم الله من فضله. الله تعالی از فضل خودش به حاجت میگردن، بای میگردن. وعده هست. والله واسع علیم. الله تعالی ذات واسع است. یکی از نامهای الله تعالی واسع، ملکش وسیع است، قدرتش وسیع است، علیم است، نهایت دانشمند است، نهایت عالم است. جل جلاله و تقدست اسماء. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در زیر همین آیات میگفتند که اطیعوا الله فیما امرکم به. الله تعالی شما را امر کرده است، پس شما اطاعت کنید. یعنی به نکاح الله شما را به نکاح امر کرده است، شما اطاعت کنید، فرمانبرداری کنید. الله تعالی هم به وعدش وفا میکند. چی وعده کرد؟ غنا، بایگری را وعده کرد. بنابراین جوانای عزیز، خانه‌دار شوید، الله تعالی شما را بای میگرداند. بعضی انسان ها میگن که ما بای شویم بعد خانه‌دار میشویم و عمر میرود، 35-40 میشه، از این بین سلامتی از بین میرود. بعد 40 ساله و 30 ساله خانه‌دار شدن الکی نکاح اون لذت خود و ماهیت خود را گم میکند. همین که به بلاغت رسید اصلا انسان باید خانه‌دار شد. حضرت عمرو بن العاص در سن 10 سالگی خانه‌دار شده بودند. وقتی 11 ساله شدن الکی پسرشان عبدالله ابن عمرو به دنیا آمده بود. 12 ساله شدن بچه‌شان 1 ساله همراهشان میگشت. یعنی همین که به بلاغت رسید خانه‌دار شود. حضرت ابن عباس ترجمان قرآن هم در زیر همین آیات میگن که رغبهم الله فی التزویج. الله تعالی مسلمان ها را به نکاح ترغیب کرد، شوقمند کرد. و امر به الاحرار والعبید. آزادها را هم غلامها را هم امر کرد. غلام‌ها هم اگر زمان غلامداری بود، اگر کدام انسانی که غلام دارد به غلامش امکانیتی هست که خانه‌دار شود و هم نفس دارد، الله تعالی ترغیب کرد هم آزادها را هم غلامها را که خانه‌دار شوند. و وعدهم علیه الغنا. برای آنها وعده داد که بایگری را وعده داد و الله تعالی به وعدش خلاف نمی‌کند. الله تعالی به بایگری وعده داد. ابن کثیر روایت ابوبکر و ابن عباس در تفسیر خود آوردند. در تفسیر قرطبی رحمت الله علیه روایت آوردن از جعفر ابن محمد صادق که از نبیره های جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم
یک مرد آمده است و نزدشان کمبغلی را شکایت کرده است. گفته است حضرت کمبغل هستم، یگان راهی بایشوی نیست. در قرآن بسیار راهنمایی ها هست برای بی‌حاجت شدن، برای خلاص خوردن از کمبغلی که ما در ابتدای صحبت ها بعضی از وسیله ها را بیان کرده بودیم و شاید یگان درس علاهیده چند وسیله هایی که الله تعالی سبب انکشاف و سبب پیشروی و موفقیت از در قرآن ذکر کرده است برای شما یک جای جمع آوری کرده نقل کنید. از جمله آنها نکاح است. بنابراین وقتی که این مرد آمده شکایت کرد که من کمبغل هستم، یگان راهی بایشوی نیست، حضرت گفتیان که خانه‌دار شو. خانه‌دار شده است. این گونه سخنها را مفسرها می‌بیارند در کتاب‌ها. یعنی این نادر است یا یگان خلل در دیگر جا هست. خلاصه خانه‌دار میشد و کمبغل باقی میماند. بعد میگه که من خانه‌دار شدم و هیچ خیلی که بودم خیلی ایستادیم، پولدار نشدم. بعد میگه که طلاق تاریخی باشد. بعد وقتی که این فتواها را آدم‌ها دیدن، آمده حضرت جعفر صادق میپرسن که برای چی این گونه فتوا دادید؟ میگن که امرته بالنکاح لعله من اهل هذه الآیه. من او را به نکاح امر کردم، فکر کردم که او از اهل همین آیت است. سوره نور آیه 32 الله تعالی میگه که یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. اگر آنها کم بغل باشن الله تعالی آنها را بای میگرداند اگر نکاح کنند. اگر فلما لم يكن من اهل تلك الآیه امرته بالطلاق. وقتی که دیدم که او از اهل این آیت نبود است، امری به طلاق کردم. فلعله من اهل هذه الآیه. شاید که او از اهل این آیت باشد. سوره نساء آیه 130 الله تعالی میگه که و یتفرقا یغنی الله کلا من سعته. اگر همسر از شوهرش جدا شود، اینا البته پیش از این یک چند عملها رو ذکر کرد که وقتی که اگر بین زن و شوهر نافهمی افتاد، در عائله جنگ و جدال سر زد، الله تعالی راهنمایی کرد یک وعظ و نصیحت کنید، درس دهید، تعلیم دهید، یک کس از طرف زن، یک کس از طرف مرد قاضی بیاد حل کند. خلاصه چندین وسیله های رو ذکر کرد. وقتی که اینا به خلاصه آمدن که همین زندگانی ما یعنی آینده ندارد، بیفایده هست، نکاح ما نکاحی فایده ناک نیست، ما دو کس به هم دیگر درست نگرفتیم، نه از دین، نه از اخلاق، نه از دیگر طرف ها، ما به این خلاصه آمدیم که جدا میشیم. به همین حالت اگر رسیده آیند، الله تعالی میگه که یتفرقا، اگر از همدیگر جدا شوند، یغنی الله کلا من سعته، هر دوی آنها را الله تعالی از ملک خودش، از وسیگی خودش به حاجت، یعنی جدا شوند هم الله تعالی آنها را بای میگردونه. بنابراین جعفر صادق گفت این خودش جدا شد. یعنی این نادر است، اجتهاد یک عالم است، ولی اصل این است که در خانه‌دار شوی خیر است. برادرای عزیز،